بینندگان گرامی، مگر از پیامبر آخرین، خلیل رب العالمین، شفیع روز آخرت، صاحب والاترین منزلت محمد صلی الله علیه و سلم دیده شخص بزرگتری هست؟ نه البته. ایشون بزرگترین فرزند آدم علیه السلام. مگر شرف و منزلت بالاتر از این هست که انسان به همنشینی حبیب خداوند عالم مشرف کردند؟ آیا میدانید راه رسیدن به این شرف کدام است؟ بیایید به احادیث گوهربار ایشان بنگریم که چی میگویند. امام بخاری از سهل بن سعد رضی الله عنه روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: انا و کافل الیتیم فی الجنة هکذا وقال باصبعیه السبابة والوسطى. اخرجه البخاری. من با شخصی که یتیم را به کفالت خود میگیرد در بهشت چنین خواهم بود. این را گفتند و با انگشت سبابه یعنی انگشت اشارت و انگشت میانه خود اشاره کردند. روایت امام بخاری. علما گفتند فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم با این اشاره بیان نمودند که پرستار یتیم با ایشان در جنت خیلی نزدیک خواهد بود. دوستان گرامی، آیا وعده بزرگتر از این میتواند باشد؟ نه تنها وعده جنت، بلکه در پهلو با حبیب رحمان در بالاترین منزله های جنت همنشین بودن. چی بسا وعده بزرگ. دوستان گرامی، سر این وعده در این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حیث رحمت به عالمیان فرستاده شدند و رحمت و شفقت نمایانترین خصوصیت دین اسلام است. شخصی که یتیمی را سرپرستی میکند دلیل بر این است که دل رحیم دارد و به حقیقت ایمان رسیده است. رحمت للعالمین صلی الله علیه و سلم است. در حدیث صحیح درباره شخصان رحمدل فرمودند: الراحمون یرحمهم الرحمن. رواه الترمذی و ابو داود. شخصان رحمدل را خداوند رحمان رحم میکند. روایت امام ترمذی و ابو داود. قرآن احکام و آداب مربوط به یتیمان را و نیز طرز درست معامله با آنان را برای ما بیان نموده است. در سوره ضحی آمده است: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. پس برای شکر این نعمت، یعنی نعمت‌هایی که در آیات‌های بالا ذکر گردیده است، بر یتیم تندی مکن. سوره ضحی آیه 9. اینچنین خداوند وقتا از جمعیت مشرکان و عادت‌های زشت آنان نقل کرده است، با آنها خطاب نموده چنین فرموده است: کلا بل لا تکرمون الیتیم. هرگز چنان نیست که شما گمان میکنید، بلکه شما، خطاب در اینجا به مشرکان، یتیمان را گرامی نمی‌دارید. سوره فجر آیه 17. جامعه جاهلیت که چشم بصیرت آنان کور بود و دلشان سنگ گشته بود، به یتیمان رحم و شفقت نداشتند. آنها به یتیمان درشتی میکردند. آنان را گرامی نمی داشتند. اگر برادری از آنان فوت میکرد، مال او را همچون میراث از خود کرده فرزندان یتیم او را محروم میگذاشتند. از این رفتارهای زشت خداوند مؤمنان را هشدار داده این گونه مناسبت را خصلت از خصلت مشرکان گفته است.